نماینده رسمی وزارت مدافع روسیه گنرال مایور ایگور کنشنکوف روز 8 مارس در بریفینگ چنین خبر داد: طی شبانه روز گذشته 158 انشاءات نظامی اوکراین هدف حمله‌های نیروهای هوایی کیهانی روسیه قرار گرفت. در عموم از اول عملیات 2482 انشاءات حربی اوکراین از بین برده شد، از جمله 866 تانک و دیگر ماشین‌های زیرپوش، 91 شبکه‌های آتش‌انداز ریاکتیوی، 317 توپخانه و مینومیات، 634 ماشین حربی، همچنین 81 هواپیمای بی‌سرنشین. روز 7 مارس با سلاح خیلی دورزن فرودگاه نیروهای هوایی اوکراین اوزرنایه در منطقه ژیتومیر از کار برآورده شد. هواپیماهای جنگی روسیه 2 هواپیمای میگ 29 و یک سو 27 نیروهای هوایی اوکراین را نابود کردند. همچنین 2 دیویزیون شبکه‌های ضد هوایی S-300، 3 آتش‌انداز سیار بوک M1، 4 نقطه فرماندهی، 2 ایستگاه رادیولوکاسیونی، 9 انبار اسلحه و 11 منطقه تجمع سلاح و تکنیک حربی اوکراین از کار برآورده شد. روز 8 مارس از ساعت 2:00 به وقت مسکو رژیم خاموشی جاری گردیده راهروهای بشردوستانه از کیف، چرنیگوف، سومی، خارکوف و ماریوپول گشوده می شوند. نیروهای LNR 8 دیه را به دست آورده 9 کیلومتر پیشتر رفتند. در همین حال گنجشتاب یا ستاد کل قوه‌های مسلح اوکراین خبر داد که از 24 فوریه تا پایان 7 مارس تلفات نیروهای روسیه در اوکراین چنین بودند: تلفات جانی بیش از 12000 نفر، 303 تانک، 1036 ماشین زیرپوش، 120 توپخانه، 56 شبکه آتش‌انداز ریاکتیوی، 27 شبکه ضد هوایی، 48 هواپیما، 80 چرخبال، 474 ماشین حربی، 60 واگن سوزشواری، 7 هواپیمای بی‌سرنشین.